روز گفتیم بریم این ویدیوی جدید رو ضبط کنیم. بریم یه کیک مشتی میخوایم درست کنیم. بریم. اول خوب باید کیک رو درستش کنیم. وقتی که کیک رو درست کردین، کیک رو تازه میخوایم درست کنیم. اول خوب و دقیق کیک رو درستش کنیم. یا کیک رو درست کنیم خوب و دقیق کیک رو درست کنیم؟ من نمیفهمم. وقتی که درستش کردین، اول باید با کیک درستش کنیم. خب یعنی چی؟ من نمیفهمم. وقتی درست کردیم با کیک درست کنیم چی؟ من نمیفهمم چی میگی اصلا. وقتی که با کیک درستش کردین، اول خوب باید این کیک ها رو درستش کنیم. بابا چیه درست کنیم؟ کیک رو درست کردیم دیگه. خب الان چیه باید کیک درست کنیم؟ وقتی که تزیین کردین کیک رو، اول خوب باید کیک رو تزیین کنیم. وقتی تزیین کردیم کیک رو اول خوب باید کیک رو تزیین کنیم. چه گویی بخورم الان؟ من نمیفهمم. وقتی که اضافه کردین، خب چی رو اضافه کنیم؟ اول خوب باید شیر اضافه کنیم. شیر اضافه کنیم. بگو شیر دیگه. من میگید اضافه کنیم. خب وقتی که شیر اضافه کردین، اول خوب باید کیک ها رو با خامه درست کنیم. کیک ها رو با خامه درست کنیم. خب وقتی که با خامه درستش کردین، اول خوب باید اضافه کنیم. بابا چی اضافه کنم؟ لعنتی چی اضافه؟ نمیگی اضافه چی اضافه کنم؟ خب شکلات باید اضافه کنیم. خب از اول بگو شکلات باید اضافه کنیم دیگه. ایسکای ما رو گرفتی. شکلات کو؟ وقتی که شکلات رو اضافه کردین، مخلوط کردین، اول خوب و دقیق باید درستش کنیم. بابا این خوب و دقیق درستش کنیم؟ من نمیفهمم چیه بعدن کیک رو اصلا من نفهمیدم کیک چجوری درست شد. ویدیوی آموزشی زیاد تو کانال میذارم، حتما از دست ندین. اون ویدیو آموزشی بگاره تو سر. من الان چه گویی خوردم اینجا؟ گویی نخوردیم الان.